20 سال قبل با یاردم مادی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان از موضع خماجدره به دههای اندربک و وشخر جویبار برآورده شده، زمین‌های نزد حولیگی 70 خواجگی از آب پالیزی تامین گردیدند. با مرور زمان جویبار از خاک و سنگ پر گشته به برقرارسازی احتیاج داشت. این مشکلات را به نوبت گرفته با یاردم مادی ستاد بین اداروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و با قوه جوانان دههای اندربک و وشخروی جماعت دهاتی یزغولام برقرارسازی جویبار به راه مانده شد، میگوید یک نفر از شرچیان قربان دولتов. همه خواجگی های دههای اندربک و وشخرو موظف گشتند که جویبار ویران گشته را با نیروی خودی برقرار سازند. قسمت های آسیب پذیر آن الکی تعمیر گردیده، خواباندن قبورهای کلان حجم در پیش است. در آن جایهایی که استفاده تکنیک امکان دارد از قوه آن استفاده میبرند، میگوید راهبر تشکیلات دهاتی قشلاق وشخرو فداعلی آرزویف. از برای آب پالیزی و آب نوشاکی هم تنقیصی میکشیدیم، لکن در مدت همین یک سال شد همین قبور آب نوشاکی رو ما با انجام رسانیدیم و حالا باشد برای آب پالیزی از طرف وزارت کارهای داخلی جمهوری به ما کمک رسوندن با قبورهای پلاستیکی که دیامترشون 250 است و در آینده اگر همین کار ما مدت یک ماه طول کشد و به انجام رسونه همین آب پالیزی قریب که 14-15 گکتر زمینی همین قشلاق رو تامین میکنند. با مقصد تیزاندن سرعت کارهای ساختمانی به اختیار مسکونان دههای وشخرو یک عدد تکنیک زمین کند داده شد. با استفاده از آن کندن جویبار برای خواباندن قبورهای کلان حجم به راه مانده شده است. از روی نقشه کاری آب از طریق قبورها از دره با اصول دوکر به ساحل چپ دریای یزغولام انتقال داده شده به دههای وشخرو رسانده می شود. برقرارسازی جویبار و کندن خندق برای خواباندن قبورهای پلاستیکی ادامه یافته در آخر سال روان انجام می یابد. یک وقت ساختمان خط آبگذاری آب آشامیدنی در جریان بوده. در روزهای نزدیک به آخر می رسد و در مجموع زیاد از 170 خواجگی دههای اندربک و وشخروی جماعت دهاتی یزغولام به آب تازه دسترسی می یابند.